ستایش اکبر است. دوست را تبریک کردن سنت پیغمبر است. با کمال احترام مردم شریف تاجیکستان را با آمد عید سعید قربان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده از درگاه خداوند بزرگ مغفرت گناهان، هدایت و استواری در دین، سعادتمندی دنیا و آخرت را تمنا می نماییم. بگذار خداوند بزرگ از برکات این لحظه های مبارک همه ما را برخوردار بگرداند. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک بنگر ماه تابان آفرید، تیغ را بر حلق اسماعیل پیغمبر نهاد، بعد از آن بر مومنان